بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود ادامه میدیم. موضوع تیبل قبلا خواندیم، امروز از لیست شروع میکنیم. لیست در حقیقت برای ما به این شکل یک استفاده داره. خب در پروگرام بود یک مثالش میدیم، باز میریم در وبسایت ما استفاده میکنیم. خب اگر ما اینجا نوشته کنیم که مثلا کامپیوتر، درست است؟ میگیم این کامپیوتر یک عنوان است. این عنوان مثلا ما میخوایم راجع به جزئیاتش نوشته کنیم. صحیح، مثلا میگیم از 3 بخش تشکیل شده. اینجا میایم برای چی میگیریم؟ این از بولت و نمبرینگ میگیریم. متوجه است؟ در از این میگیری یا 1 2 3 میگیری، از هر کدام که استفاده میکنیم. مثلا اینجا 1 2 3 میگیریم. اینجا بیا نمبر میگیریش یا این از 1 2 3. صحیح؟ یا مثلا سافت ویر مطلب ما اینو چیز است. و یا مثلا فرمویر. صحیح نیست؟ اینو نوشته کنیم. حالا هاردویر به چند بخش دیگه تقسیم میشن. نوشته میکنیم مثلا هاردویری که میتونه اینپوت اینو اینپوت دیوایس میگیم. اینپوت دیوایس، مثلا آوتپوت دیوایس و مثلا استوریج دیوایس. اینی در کل این دیگه است. حالا آوتپوت مثالش میگیم، مثلا میگیم مثال آوتپوت کیبورد، مثال اینپوت چیز مثلا کیبورد. کیبورد صحیح نیست؟ اینجا مثلا ماوس. حالا کیبورد انواع داره. کیبورد وایر میخوای یا کیبورد وایرلس میخوای؟ این در کل اینجا یک لیست به وجود آمد. یعنی مربوط اینی در کل مربوط چی میشه؟ هاردویر. این مربوط از این میشه، این مربوط از این میشه، این مربوط از این میشه. اینی لیست است. حالا اینجا ما نمبر استفاده کنیم، تو میتونی از چی استفاده کنی؟ از بولت استفاده کنی، از دیگه استفاده کنی، از این استفاده کنی. ولی متوجه باش که این دیگه پارا باز ما کلش در وبسایت خود استفاده نمی‌کنیم. یا از این نمبر، از این شکل نمبر. فقط در وبسایت میتونیم از اعداد رومی استفاده کنیم، از الفبای ABC خرد ABC کلان استفاده کنیم و از اعداد استفاده کنیم. خلاص دیگه چیز نمیتونیم ما استفاده کنیم. هیچ که الفبای رومی اصلی میشه ABC خرد، ABC کلان و ABC برای لیست‌ها. این لیست‌ها برای ما اینو تو یک چیز به وجود میاره، ولی در HTML به وجود میاره. برای از اینکه ما ایرا به شکل چی بسازیم؟ به شکل مینو بسازیم، مثل از این که تو یک مینو داشته باشیم. به این شکل در وبسایت ها مینو را زیاد دیگه. هر مینو ساب مینو که خود داشته باشه. مثلا اینجا ساب مینو از این چیز، این ساب مینو از این. باز از این لیست استفاده میکنیم. با کمک کدای CSS ما ایرا به مینو تبدیل میکنیم. به این خاطر ارزش بیشتر برای ما داره. خب میبینیم که با کدام شکل میتونیم این لیستا رو با وجود بیاریم. مثلا the most common HTML list are ordered on unordered list. یعنی یک ordered list داریم، یک unordered list داریم. ordered یعنی ترتیب شده، یعنی منظم. یعنی ordered list است. یعنی معلوم است که از یک شروع میشه به طرف منظم و غیر منظم. منظمش که است یا 1 2 3 4 است یا ABCD است یا اعداد رومی است. اعداد رومی است. ولی unorderedش که است این طور سمبولک داره، سمبول سرکل است یا مثلا یک شکل دیگه چیزی است. اینی را unordered، یعنی معلوم نیست کدام اول است کدام آخر است. این بعضی مثالایش داده. این تگایش است که میتونیم ما این unordered لیست برای وجود میاره که از طریق کامند یا تگ UI است. متوجه هستی؟ UI. خب UI است با تگ UL شروع میشه و دوباره پس با تگ UL ختم میشه. اینیا که است باز اونمو لیستش است. اینجا خب برای ما لیست با وجود میاره این تگ. یک unordered لیست. و یا اونمو اجزای لیست است. خود خودش رو دارت میگیره نه؟ اونمو یک چیز برای خود میگیره. خب میایم اینجا یک تگ UL تایپ میکنیم. یک تگ UI میگیریم UL. تگ UL ببین اگر آی میگیریم آیا نمیشه. تگ UL تگ بسته. خب دوباره پس تگ UL بسته می‌کنیم. کنترل دی اینجا یک بک اسلش می‌تیم فورورد اسلش. خب فعلا ما اناردر لیست مشخص کردیم ولی تا هنوز عناصر لیستش با وجود نآوردیم دیگه. صحیح؟ مثلا این یک تگ می‌گیریم تگ الای. این تگ الای نوشته می‌کنیم که مثلا یک نوشته می‌کنیم. دوباره پس تگ الای بسته می‌کنیم. تگ الای بسته. از یک چند تا دوپلیکیت می‌گیریم. اینی را مثلا 2 جور میکنیم، اینی مثلا 3 یا 4 یا 5. اینو سیو میکنیم کنترل اس. یک بار صفحه را رن میکنیم.
ببین اینا به وجود اومد. صحیح مطلب ما این ازی بود. حالا من اینجا میتونم متن رو نوشته کنم. اینجا مثلا نوشته میکنم که کابل، اینجا مثلا مزار، اینجا مثلا هرات، بامیان و لوگر. سیو میکنیم یا برو سفر روش. اینو تیش کار بر ما وجود نیم. اینا را بولت میگن. خب این از اناردر لیستش است. اناردر لیست. اناردر لیستش. غیر منظم. غیر منظمش حساب. اینجا باز میشه که این را به دیگر شکل تبدیل کنیم. صحیح؟ اینجا نوشته میکنیم مثلا میم به یو آی در تگ از اینجا معرفی میکنیم. نوشته میکنیم که تایپ مثلا دبل کوتشن مثلا سرکل. تایپش سرکل باشه. کنترل اس این تایپ سرکلش. فعلا که از شکل پروژه دیسک میگن. شکل پروژه دیسک. خب اینی بعضی دیزاینرها و استایلرها رو که خود دارن. این در حقیقت اناردر لیست بود. اگر بخوایم آردر لیست استفاده کنیم یعنی آردر لیست به وجود بیاریم در اون صورت باز از چی استفاده میکنیم؟ از او ال استفاده میکنیم. همین مخففش است دیگه. اناردر لیست یو ال، آردر لیست او ال. اولش او از آردر، لیستش اون لیست. الش دیگه سیس. ای ال آی باز چرا تا آخر ال آی دادیش؟ ال آی که از این لیستش است دیگه. سعی کن. در یک لیست کابل نشان میده برام، در دیگهش از اینه تکست لیست. این را خود میگیم باید ال آی داشته یعنی در پایانش میگیم یک تگ دیگه میگیریم تگ او ال مثلا در پایان میگیریم آردر لیست. تگ او ال پس نمیکنیم. در تگ او ال چی چیزا را جای به جای میکنیم؟ مثلا اینجا بازم یک ال آی میگیریم. ال آی از دوش سیم است. لیست است لیست. لیست از دوش فرق نمیکنه. اینو مثلا نوشته میکنیم افغانستان دوباره پس ال آی پس نمیکنیم. ال آی بستا یک کنترل دی اینو مثلا کنتری را دیگه ذکر میکنیم مثلا پاکستان کنترل دی ایران و غیره. صحیح؟ یا مثلا USA ID دیگه USA این را سیو میکنیم یک بار سفر رو رفرش میکنیم. اینی چی است؟ آردر لیست. سعی خودش من یک دوستی ندارم خودش ما تا آردر کرد. حالا بایواز یک دوستی میگم ما از چی استفاده کنیم؟ بایواز یک دوستی میشه که از چی استفاده کنیم؟ از ABC استفاده کنیم یا از اعداد رومی استفاده کنیم. خب فقط کافی است که اینجا چی کنیم؟ اینمی خب با ال از فعلا یک چیز یعنی یک دوستی است. اینجا میریم در تایپش مثلا دبل کوتشن مثلا ای تایپ میکنم دبل کوتشن. اینجا کنترل اس یک بار سفر بکنم. با ABC تایپ میشه. این ABC کلام شده چون من اینجا کلام تایپ کردم. اگر این خود تایپ کنیم باز ABC میاد ولی ABC خورد میاد. این سیو ABC خورد. اعداد رومی میخوایی فقط مخففش آی است. آی تایپ میکنی این سیو یک دوستی باشه. اینا لیست است. حالا این لیست رو میشه که یکی در داخل دیگه استفاده کنیم. یکی در داخل دیگه به شکل که مثلا میایم اینی را از روشی تبدیل میکنم به حروف خرد کلان انگلیسی تبدیل میکنم، حروف کلان انگلیسی تبدیل میکنم. نه. در داخل از میایم مثلا میگم افغانستان اینی کنتری را که خود داره است. پس برای از یک یو ال استفاده میکنیم. یک تگ یو ال میشه که یو ال استفاده کنیم میشه که بازم برای یک او ال استفاده کنیم. یک تگ او ال دیگه میگیریم در داخل از این. در داخل همین تگ یک تگ او ال دیگه میگیریم. خب این تگ او ال دوباره پس بسته میشه که تگ او ال در اینجا بسته کنیم. او ال حالا آردر لیست گرفتیم. خب این او ال به کدام شکل میگیره؟ این مثلا ما تایپش مثلا دبل کوتشن یک دوسی میگم که یک دوسی به خود بگیره و در اینجا نوشته میکنم کابل. صحیح نی؟ این الای ازی شد. یک آردر لیست گرفتم، یک الای که خود دارم. یک الای دیگه مثلا میگیریم برش مزار. یک دوتایشن میگیریم مزار. خب این دیگه مثلا هرات. خب سه ولایت دیگه ذکر کردیم. این سیو میکنیم یک بار سفر رو رفرش. ببین فقط در اینجا کابل آمد. اینجا سر کن. اینجا مزار و هرات چون آمد. در اینا آره ببینیم یک بار که اینجا چی مشکل است.
الآی این چیز این چیز. خاطر او را در آردر لیست گرفتی دیگه کابل نه؟ بله. کابل در آردر لیست گرفتی. خواه این در آردر لیست گرفتی. این باید چی میگرفتی نه؟ این باید پایین در لیست میگرفتی. این قسمت کابل هرات. سیو میکنیم یک بار سفر بکنیم. افغانستان مزار هرات. خب اینجا ببین چرا این مزار و هرات به شکل چیز نامد. یعنی میخوایم که پیش بیاید. اینجا معلوم شد که این مربوطه هرات میشه، این مربوطه این هرات و مزار مربوطه که افغانستان میشه. تگ اویل گرفتیم، یعنی آردر لیست تایپش هم از ای انتخاب کردیم و دوباره پس تگ بسته کردیم. یعنی یک الایش که در حقیقت افغانستان است، دیگه الایش پاکستان، دیگه ایران و دیگه یو اس ای. در داخل اینمی اویل یعنی در داخل آردر لیست ما از ان آردر لیست استفاده کردیم که کابل است، مثلا اینجا مزار است و به شکل هرات هر کدام دیگه است. فقط یک بار سفر رفتش میکنیم. کابل مزار ای به شکل آمد. حالا داخل کابل میگیم کابل مثلا چند ولسوالی داره، صحیح؟ دوباره پس از تگ چی استفاده میکنیم؟ از تگ او ال استفاده میکنیم. از تگ او ال وقتی که این به شکل چیز بیاد منظم بیاد. اینال یعنی این تو معنا میده که این تو جزء کابل است. حالا برای اینکه جزء کابل رو نشان بدم که جزء کابل مثلا پغمان است. پغمان جزء کابل است. صحیح نیست؟ مثلا فرض کو لوگر هم درست نیست چیز نه کابل شکر داره. این هم مثلا جزء کابل است. یک چیز میخوایم نشان بدم. پس یک او ال دیگه در داخل یو ال تایپ میکنم. خود یو ال ما در داخل او ال تایپ کردم نه؟ حالا پس در داخل یو ال یک او ال دیگه میگیرم. او ال دوباره پس او ال بسته میکنم. خب او ال بسته میکنیم و در اینجا لیستش معرفی میکنیم. مین باز الای. صحیح نیست؟ خب اینجا متوجه باش که اینجا از اینجا کنترل اکس میکنیم، اینجا پیستش میکنیم کنترل بی. خب داخل از چی نوشته کنم؟ مثلا پغمان نوشته میکنم. پغمان صحیح؟ یکی دیگه چی نوشته کنم؟ شهر نوشته. مثلا شهر نو نوشته میکنم. شهر نو. میره سیو یک بار سفر بکنش. خب یارو میبینی که کد کابل یک جای آمد. چرا آردر نامد؟ کد کابل یک جای. یا باید چی شود؟ آردر باید یا داخل چی بره؟ داخل اینمی از کابل به شکل پیشتر بیاد. خب اینجا برای چی میکنیم؟ خب اینجا یک تگ الای خب یو ال است کابل و باز او ال است اینجا. چرا برای ما اینجا او ال بسته نکردیم؟ نه بسته کردیم. او ال بسته کردیم. این قسمت متوجه باشید. این قسمت سر کو. یک تگ آردر لیست گرفتم تایپ بشه به ای. صحیح شد؟ دوباره پس اینمی تگ بسته کردم اینجا. از اینجا شروع کردم پس اینجا بسته کردم. برای از یک الای گرفتم. یک الای و الای پس در اینجا بسته کردم. یک الای گرفتم الای پس بسته کردم. این در داخل او ال گرفتم. یک یو ال گرفتم. یو الش کابل ولی یو ال در پایان بسته کردم. یعنی یو ال پیشتر در کجا بسته کردم؟ در پیشروی ازی. صحیح نیست؟ این در پیشروی بسته کردم. ولی حالا این قدر دیگه در پایان آوردیم. مثلا در وسط از این جای ماندیم برای دیگه آوردیم. مثلا یک او ال دیگه گرفتیم. اینجا نوشته میکنم که شهر نو. صحیح نیست؟ یک یه پس بسته میکنم. او ال بسته اینجا میشه که دیگه هم نوشته کنیم مثلا یک ولسوالی دیگه رو بگو شکر داره. مثلا شکر دره. صحیح؟ دیگه سیف بکنیم. صحیح که این ما در داخل یو ال استفاده کردیم. خود یو ال در داخل الای است. اینجا الای بسته شده. اینجا الای مو بسته شده. در داخل او ال است. در داخل او ال یک یو ال استفاده کردیم. در داخل یو ال پس دیگه از او ال استفاده کردیم. یک سیف کنیم. حالا ببینیم سر کار. افغانستان یک ولایتش کابل بگیریم پغمان نیست. پغمان که در اینجا آمده به شکل عنوان عمومی را پس میکنیم. اینی پغمان اینجا الای آمده نه؟ از خود را پس. اینی که پس کنیم سیف. حالا ببین پغمان پس شد. تا ولی مزار است فعلا اینجا. مزار فعلا در اینجا است. یک ولایت است. اینا برای که برای پغمان کدام قریه‌اش بخوایم نشان بدیم بعد از پغمان بیشتر بیانیم.
طرفتر. خب این چه قسم نشان میدیم؟ این ماربل لیست است. اینا رو سیل کو، اینا اینجا را. پغمان خودش یک اویل است. صحیح نیست؟ اویل برش گرفتیم. اویلش در اینجا بسته شده. در داخل اویل خود پغمان ما لیستش معرفی میکنیم. خب یک منطقهش مثلا بنام چی؟ کدام منطقه پغمان یادت است؟ خواجه جمع. این را میشه که پس یو ال بگیریم چیز؟ خواجه جمع. خواجه چیز نه. نوشته خواجه این تکسی نوشته میکنیم وقتی صحیح؟ این هم ازش تگ یو ال پس بستن میشه که از اویل هم استفاده کنیم. خب ما یو ال گرفتیم اینجا سیو سفر یک بار بکش خواجه صحیح؟ حالا دیگه لیست میتونه هر قدر که خواسته باشه دور بدراز به این شکل شود که در نتیجه برای ما چی رو میره وجود میره؟ اینو یک لیست است. اینی یک لیست اینی فرض کو کابل است. اینی ولسوالیش. حالا اگه ولسوالیش کدوم قریه داره قریش به این شکل لیست میشه. که با دستیسس بخیر خواد کنیم که لیست چطور تبدیل میشه به اینو یک مینو. این از آردر لیست و انادر لیست. اینجا مثلا شکار کرده یو ال باز الای گرفته برش یعنی چیز پس الای بسته کرده الای دیگه گرفته باید پس یو ال گرفته یو ال بس بسته کرده HTML آردر لیست است که همون دو مثالش است و اینجا دیوان گرفته. ببین عین کار یام میکنه متوجه هستی؟ یعنی دیوان ها در حقیقت یعنی خود دیوان هم عین کار چی میکنه؟ اینمی او ال و یو ال میکنه کنم تفاوت نداره. خب مثلا میایم از دیوانش استفاده میکنیم. دیوان نیست در حقیقت دیل است دیل است دیوان نیست. اینا رو پس از اینجا پاک میکنیم. یک تگ دی ال میگیریم دوباره پس تگ دی ال بسته میکنیم. تگ دی ال بسته. خب در اینجا کدام چیزها رو استفاده میکنیم؟ اینجا باز از دیتی استفاده میکنیم. دیتی چی باشه؟ دیتی مثلا کابل. سوسنی و دیتی رو پس بسته میکنیم. اینجا میگیریم ایراد سیف سفر یک بار رفتش کابل ایراد تبدیل شد. حالا اگر بخوایم مثلا ولایت کابل رو نشان بدیم فقط کافی است که در داخل تگش رو تایپ کنیم. در داخل تگ از این در این قسمت در داخل تگ از این یک دیتی دیگر میگیریم. تازه سگینی مربوط اینی تگ میشه کابل است. برای از یک دیتی دیگر میگیرم. یک تگ دیتی و در دیتی از این نشته میکنم مثلا پغمان پس دیتی از این دیگه بسته میکنم یه سیل حالا ببینیم که پغمان در داخل از این آمد ولی پغمان رو به شکل نشان نده این داخل از این با وجود که تایپ کنیم داخل از این تایپ کنیم ولی نامده خام دیوان اینجا باید از دیوان استفاده کنیم باز دیتی. خب اینجا میایم یک چی کار میکنیم یک دیل میگیریم یک دیل دیگر و دوباره پس میرم دیلش رو بسته میکنم دیل از یک دیل از یک از دیدی استفاده کنیم برش تگ دیدی اینجا اونمو گفتی که مثلا پغمان بود برش ذکر کنیم داخل از این خیلی داخل پغمان اگر کدام ولسوالی رو بخوایم نشان بدیم این چطور میشه؟ اینجا باز باید از چی استفاده کنیم؟ باز از یک دیدی دیگه استفاده کنیم بسنید دیدی و در اینجا باز چی نشته میکنیم؟ دوباره پس دیدی رو بسته میکنیم اینجا فرض که خواهمی رو نشته میکنیم دیگه چیز یا مزیشه داخل از اون بازم کار میکنه و در کل اونم دو چیز داره یک دیدی است و یک دیوان است دیل است دیل دیدی دیتی و دیدی نام از یک کمان که مشابه است بیخی کتوات میشه این از این قسم یا مزید در HTML رو قدر دلچسب تمامه میشه باید CSS خوب کنم خب موضوع است. خب از لیست چیز دیگه نیست اینجا تگایش رو گفته تگ اویل است تگ یویل است الای از دیل دیتی و دیدی صحیح است؟ این بعض تگایش بود HTML لیست تگ که میتونه برای ما لیست به وجود بیاد.
خب اینجا کدام مثال دیگه کار نکرد. این از این. خب موضوع بعدی فرما است. فرم چی را میگن؟ شما در وبسایت ها زیاد فرما را دیده باشین، مثلا فرم لاگین است، فرم در خود فیسبوک مثلا بر اکانت جور میکنید، در جیمیل اکانت جور میکنید یا در یاهو، یا اینا هر کدام یعنی یک فرم داره که تو فرمش خانه پوری میکنیم. بعد از اینکه فرم خانه پوری کردیم اونجا ساین ان میگی یا سابمیت میکنی، و کد تو معلومات تو میره بر دیتابیس. اونجا دیگه از PHP استفاده شده، میره بر دیتابیس. در دیتابیس و معلومات تو چک میشه و معلوماتت قبول میشه، ذخیره میشه. اینمی فرما که از در حقیقت اونم یک زمینه را برای ما سایت میکنه که یک کس در وبسایت ما لاگین میکنه، یوزر نیم پسورد از بخواد، مثلا سرچ وبسایت، یعنی در حقیقت خودش یک چیز یک سرچ است که در فرم ساخته شده. صحیح نیست؟ همین سرچ یک مثال سادهش. یک کس یوزر نیم پسورد میده، داخل اکانت خود میگذاره، اونم یوزر نیم پسورد زمینه چی براش مساعد میکنه؟ فرم. خب فرم هم از خود فرم المنت ها داره. در اینجا اکثریت المنت هایش انپوت است، یعنی فرم المنت های انپوتش زیاد کاربرد دارن. اینا رو ببینید که کدام چیز است. مثلا تکست باکس است، بتن است، رادیو بتن است، چک باکس، این چیز است. خب مطمئنم که فرم ما توسط تگ فرم به وجود میاریم. تگ فرم شروع، ای استارت تگش است و کلوزینگ تگش هم به این شکل یک سلش اینجا میتیم، تگ بسته میشه، مثل که اینجا کار کرد. تگ فرم شروع، تگ فرم پس بسته. اینجا میشه که ما اینپوت تایپ مستقیم خب یک بار تگ فرم شروع و تگ فرم دوباره پس بسته میکنیم. تگ فرم بسته میکنیم، اینجا نوشته میکنیم. مثلا یک مثال شاید میخوایم یک قسمت در وبسایت خود با وجود برم که اینجا متن نوشته کنم. اینجا میخوایم که اجازه نوشته کردن متن داشته باشه. خب پس در اینجا نوشته میکنم که تگ فرم شروع، تگ فرم بسته. گفتیم اینپوت تایپ در حقیقت تگ اینپوت زیاد کار برده. اینپوت تایپ مساوی دبل کوتشن مثلا تکست، یک صحیح باشه که تکست رو نوشته کرده بودم. دوباره پس تگ بسته میکنم. این تگ از خود چیز ندارن، یعنی پیر نیست، این سینگل است. اینجا نمیتونید شما تگ اینپوت رو دوباره پس بسته کنید، ولی بسته کنین در وبسایت واقعی خوب است. کی رو بسته کنید؟ در امتحان که ما درس میخونیم مشکل نداره. خب اینجا یک صحیح رو برام داد، من میتونم متن خود نوشته کنم. خب ولی صحیح که پرسید اگر من انتر کنم برای من کدام صفحه دیگه، یعنی کدام لاین دیگه نمیده. این معلومات روان میشه. برای چی روان میشه؟ برای خود صفحه بس. میبینید؟ خب سند میشه. مجرد که انتر کردی سند میشه. حالا موقعیت سند از کجاست؟ index.html. ایندکس خود صفحه ماست. صفحه اصلی ما. این صفحه پس به خود صفحه روان میشه. باز ما ایرا چی میتیم؟ اکشن برش تعیین میکنیم که اکشن از این، یعنی با مجرد که معلومات از این صفحه روان شد، سابمیت شد یا سند شد، معلومات به صفحه به یک صفحه PHP راجع میکنیم. مثلا برام check.php یا test.php، check.php روان میکنیم. اونجا چک میکنم معلومات، بعد از اون معلومات موصل میشه برای دیتابیس. خب این یک تگ اینپوت است که برای ما تکست باکس به وجود میاره. صحیح نیست؟ یک تکست باکس. حالا اگر بخوایم مثلا به تکست باکس پیش از پیش کدام متن نوشته باشه، باز ولیو برش تعیین میکنم. یه زیر پاک میکنیم، میگم هر وقت که من آمدم به این تکست باکس برای ما چی نوشته باشه؟ برای ما یک ولیو نوشته شده باشه. و ولیو چی باشه؟ ولیو مثلا تکست به نام فرض کنید یوزر نیم باشه. این پیش از پیش نوشته می باشه اینجا همیشه. باز ما مجبور دیگه اینجا بیایم میره پاک کنم، پس نوشته کنم مثلا یوزر نیم. صحیح؟ ولی یک موضوع دیگه هم هست که پسان باز میخوانیم. شما اکثریت وبسایت‌ها رو دیدین که جایی که صحیح تکست داره، پیش از اینکه در تکست باکس از اون متن نوشته کنین، اینجا یک متن که بسیار خیره داخل تکست باکس می باشه. پورا پلیس هولدر میگن. خب اینپوت تایپ از تکست گرفتیم، ولی پیش از اون اینجا نوشته میکنم مثلا یوزر نیم. یوزر نیم میتونه کنترل دی از این دوپلیکیت و اینم پسورد نوشته میکنم. پسورد سیو یعنی یوزر نیم و پسورد. ولی این روبرو آمد دیگه. میبینید متن در دوش هست. خب متن از این پاک میکنیم، متن از این دیگه مزاحمت میکنه. ولیش پاک میکنیم، این ولیش به درد ما نمیخوره. باز پس پرس هولدر استفاده میکنیم. خب فعلا خالی. یوزر نیم شد، این هم پسورد شد. خب اینا رو میخوایم زیر و زیر باشه. اینجا یک بیار تایپ میکنیم، یک بریک که ای بریک شد. بیار. خب یوزر نیمش پسورد. اینجا نوشته که یوزر نیم علی، پسوردش مثلا یک دسته.
صحیح است؟ حالا وبسایت خو این پسورد خو به شکل کلیر تکست میاد دیگه. باز ما انکریپت میکنیم. انکریپت از چه قسم میشه؟ انپوت تایپ از ایرا مساوی با دبل کدشن یعنی چی میگیریم؟ پسورد میگیریم. اینجا تکست نیست بلکه پسورد میشه میکنیم. از یوزر البته از پسورد دیگه نه. اینجا یک بار صفر بکش. نوشته میکنم علی اینجا یک دیسی. حالا باشه که چیه؟ ستاره میاد. ولی فعلا که از اینا رو ما کاربرد تیبل هم میبینیم. تیبل خیلی چی کاربرد داره که ما خواندیم سیست. اگر ما اینی یوزر نیم مثلا نوشته کنم که خب یوزر نیم درست است، پسوردش نیست، اگر آدرس بگیرم مثلا یک چیز میگیرم temporary address سیست نیم یک متن زیادتر نوشته کردم temporary address. باز یک تگ input type بگیرم input بگیرم که تایپش چی باشه؟ تایپش مساوی دبل کدشن مثلا تکست باشه سیست که آدرس اینجا ذخیره شده تکست دبل کدشن پس تگ بسته. اینجا را اگر ببینیم خب اینجا یک بریکت تایپ میکنیم که پایان برسیست دیار بسته میکنیم حالا سر اینجا دیگه غیر منظم شد توجه استی؟ اینجا فرم ما غیر منظم شد دیگه. حالا ما میخوایم که تکست باکس ها کلش به این شکل دیگه راسته باشه. اینجا باز ما از چی استفاده میکنیم؟ از تیبل. این یک تیبل رو این یک کالا میشه دیگه کالا میشه. دیگه تیبل رو این یک رو دو رو سه رو با سه کالا. که اینجا باز ما از تگ تیبل استفاده میکنیم. تگ تیبل ببین چی کاربرد داره. خیلی کاربرد زیاد داره اینجا. باز ما در اینجا میایم برای هر کدام از یک چیز میگیریم یک تیار میگیریم. اولی در تگ تیبل خود میگیریم. تگ تیبل دوباره پس تگ تیبل اینجا بسته میکنیم. صحیح نیست؟ تگ تیبل پس بسته میکنیم. برای از یک تیبل رو میگیریم برای هر کدامش. چون یک رو است دیگه نه؟ هر کدامش یک رو است. این یک رو است و دیگه رو است. اینجا باز مثلا خب یک تگ تیار پس بسته میکنیم. این تیار از خود یک تیدی داره. تیدیش کدام است؟ یک تیدیش که از یوزر نیم است. یک تیدیش input type است نه؟ پس اینجا یک تگ تیدی برای از این میگیریم. تیدی تیبل دیتا درست؟ تگ تیدی را پس در اینجا بسته میکنیم. تیدی پس بسته شد. اینجا یک تیدی دیگه داره. تگ تیدی شروع. تگ تیدی پس در اینجا بسته. پیش از بیار تایپ کنیم. درست. تگ تیدی را پس بسته. خب این از یک چی شد دیگه نه؟ از یک رو شد. یک رو دو کالم داره. باز اینجا یک چی میگیریم؟ یک تیار دیگه میگیریم. تیبل روی دیگه. برای ازی و تیبل رو پس در این ساحه بسته میکنیم. تگ تیار پس بسته. این تیار ما دو تیبل دیتا داره. یک تیبل دیتاش پسورد یک شما input type. اینجا برای ازی میایم یک تیدی میگیریم. یک تگ تیدی و دوباره پس تگ تیدی رو بسته و یک تگ تیدی دیگر دوباره پس تیدی رو در این ساحه بسته میکنیم. صحیح نیست؟ میم سر موضوع از دیگه است که اصل مشکل این به وجود آورده چون متن از زیاد است. برای از هم یک تیبل تیار میگیریم. اینجا با ما این برای ما زیاد کار داره. تگ تیار شروع و تیار پس بسته میکنیم. باز هم برای از یک تیدی میگیریم و این از این قسمت بسته میکنیم. اینجا باز یک تگ تیدی تگ تیدی اینجا بسته میکنیم. درست. حالا سر که چی شد؟ تکست منظم آمد خیلی چرا اینی در این قسمت آمده خالی؟ اون قسمت از خالی آمده راضی هستیم؟ خب اون قدر صاحی از او خالی آمده او را باز ببینیم که چی مشکل است چرا خالی آمده. تگ فرم بادی تیار اینی چیز خالی را میکنیم. قسمت هیدر هم است. قسمت هیدر است. یوزر نیم پسورد و تمپرری آدرس یک تکست بود یوزر نیم چی است؟ علی پسوردش دوسه آدرسش مثلا کابل. اینجا یک دکمه یک بتن داشته باشید که سابمیت میشه. تو وقتی که سابمیت کردی باز معلومات روان میشه. حالا یک بتن هم میشه که برای بگیریم. بتن در کجا میگیریم؟ بتن در پایان تمپرری آدرس میگیریم. پس اینجا یک روی دیگه باید باشه. صحیح نیست؟ یک روی دیگه باید باشه. خب اینجا میایم در تمپرری آدرس اینجا یک رو برش میگیریم.
باز یک تگ تیار سایسنی پس تیار رو بستن میکنیم تیار بستن اینجا یک تیبل دیتا میگیریم یک دیتا رو دوباره پس اینجا بستن میکنیم از یک دانه کنترل دی دوپلیکیت میگیریم اینمی انپوت تایپ رو کجا نشون میده این قسمت چرا علتش میگیم انپوت تایپ مساوی دبل کوتشن مثلا سابمیت باشه فعلا ولیوش این درست است فعلا در این قسمت آمد است چرا در این ساحه آمد که اینجا آمد فکس تزیر از آمد تیبل هست نه تیبل است چرا تیبل درست اختیاری که من یک تیدی را خالی مونده اگه من این تیدی خالی را پس کنم از اینجا حالا سر کنم اینو سیو کردم ایمیل دی بدم ولی من چه میکنم اینو تیدی از این میمونم یک تیدی خالی اینو که سیو میکنی این ساحه برات میاد خب من میگم این دو وسط باشه یا این بغل باشه اینو چطور کنم الاین سنتر باشه الاین برای کجا بودم سنتر نی برای کدام تگ بودم برای داخل برای تگ تیدی بودم داخلش نه اینو برای تگ تیار بودم صحیح این نوشته میکنیم که الاین مساوی دبل کوتشن مثلا رایت میگیریم صحیح لفت هم نه که بیخی رایت میگیریم دبل کوتشن درسته الان میشه حالا سنتر هم میشه باش استفاده کنیم مثلا اینو بیا سنتر انتخاب سنتر کنترل اس این در سنتر این بسیار کاربرد داره خیلی فوق العاده کاربرد داره پس اینو نوشته میکنیم که رایت ولی اینجا نوشته که یوزرنیم علی پسورد 123 یک فرم لاگین است دیگه مثلا ادرسش هم کابل این اونجا دیگه سابمیت میکنی این سابمیت معلومات روان میشه معلومات روان شد ولی با اندکس دادش نمیشه باز ما یک صفحه پی اچ پی میسازیم اینو چک کنه اینو بخونه بعد از اون روان کنه برای دیتابیس